در نظر اول این صحنه را می توان واخوری معمولی فرزند و پدر بعد از فراقی طولانی دانست. حقیقت این است که این دو را تنها گمان کودکانه سمیه 4 ساله خویش کرده است. در اصل پس از تماشای ویدیو کلیپ های شهریار دولت سراینده تاجیک، این دختر خردسال که پدرش در سوریه است او را به گمان پدر بودن پذیرفته است. دادم بستکت دیگه نروه. نگاری نازنینم دیمره شورش کرده ای کش مرا چشمانی سیاه. این آوازخوان به ابو داوود مانندی دارد. چهره، موی سر، اشاره و قد و قامت شهریار در ذهن کوچک سمیه پدرش را پدیدار می کند. پدر او پرویز سید رحمانوف معلوم با تخلص ابو داوود 2 سال پیش از مسکو به عراق رفت و به صف جنگجویان داعش پیوست. سمیه پدرش را که با سلاح و تهدید صحبت می کند با یک هم قیافه او که سرود می خواند عوض کرده است. من راستی گپ نمیدونم، از بفکرم از گریه کنم صبح به خدا نمیدونم. بیسوتر من میخوام که همه را با خودم گیرم برم. راستی میخوام که برم میره کتیما اشتر سبا. شهریار باری دوم است که به دیدار بینی سمیه می آید. پس از تماشای نوارهای سرودخوانی شهریار، سمیه بیبیش را مجبور کرد تا او را نزدش بیارند. دیدم این کپی بچه خودم، کپی پرویز. من خیلی خرسان شدم. من همین سیموی بچه با دربی بچه جان دیدم، خیلی خرسان شدم. سمیه از کمترین کودکان تاجیک است که یک هم قیافه پدر جهادیش را پیدا کرده است. مثل پرویز سید رحمانوف بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند و اکثرا عائله و فرزند دارند. صدها کودک تاجیک به مثل سمیه در جستجوی پدران گمگشته خود هستند. دنیای کودکی آنها جنگ را نمی‌شناسد. همین کودک صنعت رو از جنگ و از چی مثال جدا کرده. ابو داوود نیم سال باز با خانواده‌اش در تماس نیست. سرنوشت وحشتناک ابو داوود مادری او را بسیار مایوس کرده است. شاید این کودک 4 ساله هم در گوشه دلش درک می‌کند که آوازخوان شهریار دولت پدری واقعیش نیست، اما حالا تسلی دلشان دیدار شهریار دولت است، سرآینده که شبیه پرویز است.